بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمام عزیزانی که بنده رو میبینید و میشنوید، امروز درس دومی تجوید ما هست و در نوار یکم ما درباره مخرج ها صحبت کردیم و گفتیم حرف های عربی از 5 مخرج خارج میشوند و مخرج یکم و دوم یعنی جای تلفظ حرف ها رو گفتیم و گذاشتیم. امروز انشالله درس مخرج ها رو به پایان میرسانیم. سیوم مخرج سیوم مخرج زبان می باشد که از زبان ما تقریبا 19 حرف خارج می شود. اولا از پایان زبان حرفی قا و که، قاف و که. در حرفی هم ق هم که شما عذاب نمی کشید. چرا؟ چون این دو حرف در زبان تاجیکی هستند و از با بالا رسیدنش و چه تلفظ شدنش را گفتن هم حتمی نیست، چون ما این حرفا رو میدانیم، یعنی در این حرفا انشالله مشقت نیست. از مبین زبان حرفی ج، اج، ش و ی تلفظ می شود. در ج میدونید با کمی بالا میزنیم و ش یک، این حرفا هم در زبان تاجیکی هستن، ما عذاب نمیکشیم. و یکی از حرفایی که خیلی زیادی عذاب میکشن این حرفی داد هست، عد، یاد، چون این حرف اساسا در زبان عربی هست و در دیگر یگان زبان وجود ندارد. و حرفی داد عزیزان بعضی ها ز تلفظ میکنن، بعضی ها اد تلفظ میکنن، بعضی ها آو تلفظ میکنن، در حالی که در حرفی داد در تلفظش کار اساسی رو دو پهلوی دندان میکند، عد، و زبان ما که نوگش تقریبا منمی مقدارش با کمی بالا میچسبد. یعنی حرف داد از حرف های هست که تمام اطراف زبان ما کار میکند با دو پهلوی دندان هایی که با هم نزدیک میشوند و سخت به هم نمیزنند و نوگ زبان ما که با کمی بالا میچسبد و ما این رو چی تلفظ میکنیم؟ عد، یاد، ریبو ولا دالین. نه حرف دال ده هست، نه حرف ز، عد، یعنی با کمک دندان های پهلو و دو پهلوی زبان که با دندان های پهلو نزدیک می شوند و این چونین با نوگ زبان که با کمی بالا می چسبد. نوگ زبان کمی درون ترش، فقط نوگش نه، یعنی یک مقداری پیش زبان. عد، نگاه کنه، عد، یاد، ریبو. لب ها هیچ کار نمی کنن. لبها در حرف تلفظ داد و در تمام تقریبا همین حرفها لبها کار ندارن. یعنی یکی از مشکلی جدی دیگری تلفظ در ما این است که ما در همه حرفها لبها رو هم حرکت میدیم، عد میگن بعضی، این عد در جایش میستد، یاد، ریبو. پس این حرف داد هست، مخرجش رو هم گفتیم پهلوی دندان، ببخشید پهلوی زبان با پوشیده شدن دو پهلوی دندان که سخت هم نیست و با چسبانیدن کمی با کمی بالا پیش زبان، عد، عد تلفظ می شود. و بعد از این ما حرفی لم، ل، حرفی نه، حرفی را رو داریم، را، نون، ل، ال، فقط ال با نوگ زبان نبود، با پیش زبان که با کم میچسبد، ال، ان، ار در ما وجود دارد. در این حرفها هم مشکل نداریم، ما برای همین شرط نیست که این حرفها رو زیاد بگوییم. میرسیم به حرفی دل، تا، ت. نگاه کنید این سه حرف مخرجش یک جا هست، ت، تا، د، یعنی نوگ زبان با کمی درون ترش مثل نون نبو یک کمی این طرفتر پیشتر با کمی بالا و ریشه دندان های پیش می رسد، د، ت، تا. فقط در اینجا حرف تا هست. حرف تا از این ت چی فرق دارد؟ هر دویشان از یک جا خارج می شوند، از یک جا تلفظ می شوند. فقط حرف تا شما ریشه زبان رو هم به طرف بالا نگاه میکنید. پس ت، تا، ت، تا. فقط این که تا تمام زبان به طرف بالا نگاه میکند، غفظ تلفظ میشود و تا، شیطانی، تانی، تانی نه، تانی سختر و بالا میزنید، شیطانی. اما این ت هستین، تبت، ت عادی تاجیکی است. این باشد تا با کمک زبان چه خیلی گفتیم با بالا نگاه کرده. بعد از این ما سه حرف دیگر داریم، سا، سین، ز.
چندی بار همین رو به شاگردها هم گفته بودم که اگر به من همین موضوع رو میدادن، من این حرفا رو از حرفای دندان، یعنی مخرجشان دندان میگفتم، چون این 3 حرف در حقیقت از دندانهای پیش تلفظ میشوند. نگاه کنید: ز، س، سا، سا. یعنی تقریبا زبان در این حرفها کم حرکت میکند. در حرف ز و س که در تاجیکی هم هست، زبانی ما در پایان می ایستد. اما در حرف سا، نگاه کنید، سا، زبان به طرف بالا نگاه میکند و لبها حرکت نمی کنند، یعنی لبها به پیش نمی برند. سا، سا. و صالحین، سین، سا، سا. و سین و سا جای تلفظشان یک است. فرقشان در این است که مثل تا در سا هم بقیه زبان را در داخل به طرف بالا نگاه میکنید و این غوض تلفظ یا خشین تلفظ می شود. سا. با همین این مقدار زبان تمام شد. 3 حرف دیگر موند عزیزان. 3 حرفی که ذا، ذ، ث از نوک زبان ما تلفظ می شود با کمک دندان های پیش. یعنی در وقت تلفظ ذا، ذ و ث یک کم زبان رو پیش میبراریم. فقط ذ از ذا مثل س و سا در باریک تلفظ شدن و خشین تلفظ شدن فرق میکنند. ما ذ گفتیم زبان آرام در پایان هست، نوگش به بیرون میبراید. در ذا زبان در بیرون است و بقیه زبان ریشش به بالا نگاه میکند. ذا و ظالمین اینش باشد ذالک، ذالک ظالم. فرقش باز در این ذا زبان یک کم از این ذ بیرون تر میبراید. پس حرف ث، ث نوک زبان بیرون، ث، ذ، ذا هست که با نوک زبان و دندانهای پیش که حتما باید در آینه نگاه کنید که زبان برآمده ایستاده است یا نه، در وقت تلفظ باید بیرون شود. حرف ف، حرف ف عیناً در تاجیکی هم هست با کمک دندانهای بالا و لب پایان. ف، افواج، افواج خارج می شود که در این شما هیچ انشاءالله عذاب نمی کشید. این است 19 حرف ما ببخشید که جای تلفظشان زبان می باشد. این مخرج سیوم و بزرگترین مخرج بود که زیادی حرفا از اینجا هستند. مخرج چهارم، مخرج لبها هست. شفتین میگویند لبها هست. ما 3 حرفمان، حرفی ب، حرفی میم، حرفی واو. ب، م، و از لب خارج می شوند. ب در تاجیکی هست، مشکل نداریم. ب، اب مثلا. میم در تاجیکی هست، ها، اما و اگرچه در تاجیکی هست، اما در تاجیکی و ما تلفظ میکنیم. و یعنی دندانی بالا رو به لب پایان به نصفش میرسونیم، و میبراید. اما در عربی مثل دبلیو انگلیسی است. و قل هو یعنی لبها باید بیرون شوند و تلفظ شود که این رو چه میگوییم؟ از حرف هایی که از لب تلفظ میشوند بدون کمک دندان و بدون کمک زبان. و، م و ب. این مخرج چهارم بود. میرسیم به مخرج پنجم که دیگر خیلی آسان است. مخرج آخران ما، مخرج پنجم مخرج بینی هست. بینی. و البته این رو میتوانیم بگوییم مخرج بینی نصف و نصف است، یعنی کاملا از بینی خارج نمی شود. حرف میم و حرف نون علل خصوص شده بگیرند. نگاه کنید. اما وقتی ما لبها رو پوشیدیم صدا مجبور است از بینی براید. اما برای همین میم رو چی میگویند؟ از حرفی است که از بینی تلفظ می شود. حرف نون هم ان وقتی ما با زبان با کمی بالا چسبانیدیم صدا مجبور است از بینی آید. ان و نازعات و ناس. یعنی نون و میم از حرفایی هستند که هم از دهانی ما
و هم از بینی ما تلفظ می شوند، اما صدا در حرف میم هم از لب اکثریتش از بینی می براید که نون و میم هم در زبان تاجیکی که هست ما تقریبا هیچ اذیت نمی شویم. این بود عزیزان درس مخرج همراهی شما. با همین در 2 درس تمام مخرج ها را ما به پایان رسانیدیم. الله نصیب کرده باشد و توفیقمان بدهد بقیه درس های تجوید را که ان شاء الله بعد از مخرج بقیهش آسان است در نوارهای دیگر همراه شما ان شاء الله دوام میدهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.